Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این درس قراره 50 تا جمله یاد بگیریم که خیلی در زبان فرانسه پرکاربرده و خیلی محاوره‌ایه. با یاد گرفتن این 50 تا جمله میتونین خیلی بیشتر شبیه فرانسوی‌ها صحبت کنین. کوکو کوکو یعنی سلام. کوکو وقتی استفاده میشه که دارین با یه دوست صمیمیتون صحبت میکنین، یه کسی که خیلی میشناسین و خیلی حالت صمیمی داره برای سلام کردن. کوکو quoi de neuf quoi de neuf یعنی چه خبر؟ حالت خیلی عامیانه پرسیدن چه خبر یا واتساپ در انگلیسی. quoi de neuf ça fait longtemps ça fait longtemps یعنی خیلی وقت ندیدمت. C'est quoi c'est quoi یعنی این چیه؟ معادلش در زبان انگلیسی میشه What is it C'est quoi Je suis occupé Je suis occupé یعنی سرم شلوغه. در زبان فرانسه احتمالا میشنوین Je suis occupé Je suis occupé Ça marche Ça marche این عبارت خیلی در زبان فرانسه پرکاربرده. برای وقتی استفاده میشه که یه چیزی واقعا داره کار میکنه، مثلا گوشیتون داره کار میکنه یا یه پروژه داره کار میکنه، میتونین بگین سمخش. همینطور اگه بخوایم بگین باشه اوکیه میگین سمخش. کسکیلیا کسکیلیا یعنی موضوع چیه؟ در انگلیسی what's going on. کسکیلیا یه خبریه، یه اتفاقی داره میفته، میخوایم بپرسین چه خبره، موضوع چیه؟ میگیم Qu'est-ce qu'il y a C'est très gentil C'est très gentil وقتی یه نفر بهتون یه محبتی کرده یا ازتون یه تعریفی کرده، یه لطفی بهتون کرده، میتونین بگین C'est très gentil یعنی خیلی محبت کردین، خیلی لطف کردین. It's very nice C'est génial C'est génial یعنی عالیه. وقتی یه اتفاق خوبی افتاده و میخواین بهش واکنش نشون بدین میتونین بگین C'est génial On se trouve où On se trouve où کجا همدیگر رو ببینیم؟ برای مثال با دوستاتون قرار گذاشتین و میخواین ببینین که کجا همو ببینین، میگین On se trouve où Enchanté Enchanté یعنی از دیدنتون خوشحالم یا Nice to meet you. وقتی استفاده میشه که برای اولین بار یه شخصی رو دیدیم. Enchanté En fait En fait در حقیقت یا actually در انگلیسی. توجه کنین که اینجا تی انتها رو تلفظ میکنیم. En fait Il fait beau dehors Il fait beau dehors یعنی بیرون هوا خوبه. dehors میشه بیرون. C'est logique C'est logique یعنی آیا این منطقیه؟ Does that make sense? C'est logique Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens یعنی معنی نمیده یا در انگلیسی It doesn't make any sense Ça n'a pas de sens Bonne chance Bonne chance یعنی موفق باشی یا good luck تو زبان انگلیسی. C'est fou C'est fou دیوونگیه یا it's crazy. C'est dingue هم میگن c'est dingue یا c'est fou دیوونگیه. Pas de souci Pas de souci یعنی نگران نباش. تو محاوره ممکنه بشنوین Pas de souci Pas de souci یعنی نگران نباش No worries مشکلی نیست. Je peux pas venir Je peux pas venir یعنی من نمیتونم بیام. یه جایی دعوتین میخوایم بگین که نمیتونین بیاین، میگین Je peux pas venir Je peux pas venir Je suis en chemin Je suis en chemin یعنی تو راهم دارم میام. Je suis en chemin J'arrive J'arrive یعنی دارم میام. برای مثال میخوایم برین جایی، دوستتون بهتون زنگ زده میگه کجایی؟ میگین J'arrive یعنی دارم میام. On y va On y va یعنی بیا بریم، بزن بریم. On y va J'arrive plus J'arrive plus یعنی دیگه نمیتونم ادامه بدم.
یه کاری دارین انجام میدین، واقعا خسته شدین، دیگه نمیتونین ادامه بدین، میتونین بگین j'arrive plus. دیگه نمیتونم ادامه بدم. معادلش در انگلیسی میشه I can't do it anymore. Je ne suis pas loin. Je ne suis pas loin. یعنی خیلی دور نیستم. اگه بخواین خیلی شبیه فرانسوی ها بگینش میگین je suis pas loin. Je suis pas loin. C'est grave. C'est grave. برای وقتی استفاده میشه که یه مشکلی وجود داره و اون مشکل خیلی جدیه. C'est grave. وقتی مشکل خیلی جدی نیست میتونیم بگیم ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. یعنی مشکلی نیست، عیبی نداره. برای مثال کسی یه اشتباهی کرده، ازتون عذر میخواد و شما میتونید بگین ce n'est pas grave. یعنی مشکلی نیست. Et alors? Et alors? یعنی خب یا so what? Et alors? Oh là là. Oh là là. یعنی اوه خدای من. وقتی یه اتفاقی میفته که غیر منتظره است، دوست نداشتین، ناامید شدین، میتونین از عبارت oh là là استفاده کنین. Bravo. Bravo. یعنی آفرین. برای تشویق کردن میتونین از این عبارت استفاده کنین. Bravo. برای مثال Bravo. Continuez comme ça. یعنی آفرین، با همین فرمون ادامه بده. Bravo. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. یعنی نگران نباش. Ne t'inquiète pas. همینطور میتونیم بگین Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. یعنی نگران نباش. Je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir. بهش فکر میکنم. Je vais y réfléchir. C'est trop mignon. C'est trop mignon. یعنی خیلی نازه. It's so cute. توی انگلیسی. مثلا یک بچه دیدین یا یه چیزی دیدین که خیلی نازه، میتونی بگین C'est trop mignon. C'est vrai. C'est vrai. یعنی واقعاً. Really. C'est vrai. Je suis prêt. یا je suis prête برای مؤنث. یعنی من آمادم. Je suis prêt. Je suis prête. Je suis désolée. Je suis désolée. یعنی متاسفم. برای حالت مؤنث یه ا در انتها قرار میدیم. این برای وقتیه که اگه خودتون متاسفین، یه کار اشتباهی حالا کردین متاسفین، یا برای کسی متاسفین. Je suis désolée. Je suis désolée d'entendre ça. Je suis désolée d'entendre ça. یعنی از شنیدنش متاسفم. اگه کسی بهتون یه خبر بدی داده یا اتفاق بدی که برای خودش افتاده رو براتون تعریف کرده، میتونیم بگین از شنیدنش متاسفم. میگیم Je suis désolée d'entendre ça. Ça suffit. Ça suffit. یعنی کافیه دیگه. بس دیگه. مثلا اگه خسته شدین از چیزی میتونیم بگین Ça suffit. یعنی کافیه دیگه. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. متوجه نمیشم. Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? یعنی میشه لطفاً تکرار کنین؟ Pourriez-vous répéter s'il vous plaît? Plus lentement s'il vous plaît. Plus lentement s'il vous plaît. یعنی میشه لطفاً آرومتر صحبت کنید؟ این جمله خیلی به کارتون میاد اگه تازه یک زبانی رو یاد گرفتین و در محیط قرار گرفتین و میخواین صحبت کنین و خیلی متوجه نمیشین چون آدم‌ها خیلی دارن سریع صحبت میکنن. در اینجور مواقع میتونین بگین plus lentement s'il vous plaît. یعنی میشه لطفاً آرومتر صحبت کنید. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? یعنی چی؟ وقتی یک جمله شنیدین یا یه عبارتی متوجهش نشدین میتونین بپرسین Ça veut dire quoi? یعنی چی؟ در انگلیسی میشه What does it mean? Ça veut dire quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. یعنی مزخرفه. در زبان انگلیسی به nonsense یا anything هم ترجمه میشه. برای مثال Il peut dire n'importe quoi, je ne le croirais pas. یعنی اون میتونه هر چیزی بگه ولی من حرفاشو باور نمی کنم. N'importe quoi. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. یعنی امروز حالم خوب نیست. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? یعنی چرا که نه؟ Laisse tomber.
laisse tomber یعنی ولش کن. برای مثال c'est trop compliqué laisse tomber یعنی خیلی پیچیده است ولش کن. je ne sais pas je ne sais pas یعنی نمیدونم. je ne sais pas je vous en prie je vous en prie یعنی خواهش میکنم قابل شما رو نداره. je vous en prie ciao ciao یعنی خدا حافظ به صورت خیلی صمیمی. وقتی دوستای خیلی صمیمی یا کسی که خیلی میشناسیمش میخوایم با هم خداحافظی کنیم به جای au revoir میگیم ciao ciao à plus à plus یعنی تا بعد. یه حالت خداحافظی داره یعنی بعداً میبینمت. ما هم چون به انتهای 50 تا عبارت خودمون رسیدیم من هم به شما میگم تا ویدیو بعدی à plus